دیشب حسابی هرس خوردم، حسابی دلگیر بودم، حسابی گریه کردم. خیلی وقت بود که حسابی غمگین نشده بودم. در واقع چون قرار بود که دیگر حسابی غمگین نشوم. در این مدت غمگین شدنم مثل عطسه‌ای که تا دم در دماغ می آید و اتفاق نمی افتد. تا دم در قلب و اعضا و جوارحم آمده بود و اتفاق نیفتاده بود. فقط مثل یک گزگز آمده بود و بعدم رفته بود. راستش عکس تو را دیدم. نه که بار اولم باشد که عکست را میبینم. بار 10,000م بود. این را اضافه کن به ساعتها دیدن تو واقعی در روز، تو متحرک، متشکل از میلیون‌ها عکس پشت سر هم. این میلیون‌ها به اضافه آن 10,000 را جمع کن با میلیاردها تصویر از خودت در ذهن من در طی 24 ساعت هر روز از این چند سال. میبینی؟ عدد بزرگی است که یعنی من به اندازه کافی عکست را دیدم که نخواهم فقط به خاطر دیدنش غمگین بشوم. دلیل اصلیش این بود که بعد دیدن عکست چقدر دلم میخواست شماره‌ات را بگیرم و بگویم فلانی چقدر آبی به تو میآید، چقدر بیشتر شبیه فرشته ها میشوی. بعد تو بخندی، فقط بخندی، همان خنده ای که هر وقت میخواستم تحویلم میدادی. دیدم که چقدر دوست داشتم کنارت بودم و میتوانستم مثل گذشته صبح و شب حرفهای مسخره‌ام را بزنم، گهوار بزنم درباره طلای مذابی که در حضور تو و خنده هایت در رگهایم جاری می شود. اما خب نمیتوانم، نخواهم توانست. من جز دایره تو، قبیلت، خط خونی، اهالی سیارت، شجره خانوادگیت، لیست آدم های مورد علاقت یا هیچ چیز تو نیستم. من هیچ وقت انتخاب تو برای وقت گذرانی نیستم. من تنها کسی هستم در تبعید به خارج سیاره تو. مثل این میماند که تو و زندگیت در یک گوی شیشه‌ای باشید و من فقط بتوانم به بارش برف آن و پخش شدن ذره‌های درخشان در فضایش از بیرون گوی نگاه کنم و شگفت زده شوم. گوی‌های شیشه‌ای راه ورودی ندارند. همه چیز درونشان اتفاق می‌افتد. چیزی از آنها کم نمی‌شود. چیزی به آنها اضافه نمی‌شود. من جزئی از گوی شیشه‌ای که تو ساکن آن هستی نیستم. فقط ناظری هستم که به آن نگاه می‌کند و از دیدن حقیقت غمگین می‌شود. همیشه به تو فکر می‌کنم، حتی وقتی که فصل 6 گیم آف ترونز را برای بار 1000م می‌بینم یا وقتی که PS 2017 بازی می‌کنم، باز هم به تو فکر می‌کنم. به بدهی و طلبکارهایم هم فکر می‌کنم. یعنی تقریباً هر لحظه همواره به جفتتان فکر می‌کنم. تنها فرقی که دارد این است که من هرچه به تو فکر کنم تو باز هم نمیایی و بالعکس چه به طلبکارهایم فکر کنم چه نکنم باز هم سر وقتش پیدایشان می شود و باز من میمانم و کلی غم و قصه و تویی که هیچ وقت از این چیزها خبردار نمی شوی. ساعت را نگاه می کنم. دیر وقت است. استرس گذشتن سریع زمان نمیگذارد خوب برایت از دلتنگی هایم بنویسم. همیشه عجله دارم. حالا انگار میخواهم چه کار کنم. یا بخوابم، یا فیلم ببینم، یا پیاده روی کنم، یا مسابقه فوتبال تیم تاج یا اتلتیکو مادرید را نگاه کنم و با هر گلی که بازیکنانش میزنند خوشحالی کنم.
همین کارهای بیهوده که من واقعا دوستشان ندارم. من دوست داشتم با تو بخوابم، با تو فیلم ببینم، با تو پیاده روی کنم و دوتاییمان لباسهای تیم مورد علاقه من را بپوشیم و فوتبال نگاه کنیم. آرزوهای مسخره است. خب چه کنم دیگر؟ تو میگویی چه کار کنم؟ کتاب بنویسم و چاپ کنم و یک عده بیایند تعریف کنند و از این حس لذت ببرم؟ نوشته هایم را باید تو میخواندی. میخواستم تو بخوانیشان اما نخواندی. کجا را میخواندی؟ چه بدانم؟ سرسنگینیت برای من بود و اشوه‌هایت برای دیگری. بلیط های تئاتر شهر درون جیبم نم میخورند و نیستی که پارشان کنی. نیستی که با وجودت همه چیز را بهتر کنی و من هم بهتر نفس بکشم. همین گل کاکتوس بیچاره پشت دیوار، هر دومان مردیم از بس نفسمان در نیامد زیر این حجم عظیم دلتنگی. سالها زود میگذرند و میدانم به هر حال زیر این پیشرفت تکنولوژی و علم میمانیم و خروارها خاک رویمان میریزند و همه چیز بدون ما به راه خودشان ادامه میدهند. کاش تو بودی اما نیستی. حالا چه فرقی میکند چه بشود؟ بگذار همه چیز بگذرد. بگذار همه چیز بگذرد.